شما آقای عبدالرحمن بعد ظفر آقای جاکی آقای شد ببخشید من کوتاه و همین دو سوال از شما استاد جان جواب میدم. بسیار تشکر جان جواب میدم. بسیار تشکر که حداقل سخنرانی من گوش کرده. این برای تشکر و اینکه جدی گرفتید باز هم تشکر. ولی همین اگر شما ببینید از همون طرز صحبت کردن من باید احساس کنید که همه وجود من پر از خواهش این است که این نیرو باید قوی باشد. یعنی اصلی گپ اینجاست، نه اینکه یک جمله چی بود. یعنی این خیلی باید بها نتید. این یعنی دوم اینکه درباره اون برنامه‌های تشددی سیاسی منظور به این است که این نیست که از سیاست بیرون شویم، بلکه منظور این است که سیاست فقط این نیست که یه حکومت این است یا این است، این کار کرد یا این کار کرد. سیاست مفهومی بسیار وسیع است. مثلا شما شب فرهنگی استاد نوید تشکیل کنید، همه جامعه بیاد یکم حرف درباره دولت نگوید، ببینید شعر زیبا یک بار صدا کرد در گوش لحظتی شب فرهنگ یا کنسرت عمر تیمور اینجا شود. مثلا من نمیگم شما استراحت کنید، مثل اگر افراط تلویزیون تاجیک در کنسرت در موسیقی معناش این نیست که ما از بر یک ارزش فرهنگی گذریم. چون شاید خواهان کلاسیک رو میرد با اون مصاحبه میکنیم، صحبت میکنیم و جهان ما فقط خشک سیاسی باید نباشد که یا میگیریم یا میزنن مال اینه. یعنی فرهنگ یک مفهوم بسیار وسیع‌تر است که اگر حزب با اون حد رسد یک مکتب میشد خودش. این منظور من این بود، وگرنه نیست که از سیاست بیرون شد، وگرنه یک دعوتی ابلاغانه می بود اگر اینجوری بود. خب دوم اینکه درباره سوالی از چی میترسم، منظور من این بود که کسی میترسده، مثلا من میترسم از چی؟ از اینکه اسلام یک اندیشه بزرگ است، هیچ مسلمان شکی ندارد و اسلام میتواند هم در مسئله اجتماع، فرهنگ، هم سیاست، هم دولتداری بهترین الگوها رو ارائه کنه. این رو هیچ مسلمانی که در این شک دارد خودش زیر سوال است. این یعنی ولی درباره اینکه آیا همین گروه که این شعار را به دست گرفته است به حد رسیده است که نماینده واقعی اسلام باشد، الگو باشد، این یک بحث بسیار دیگر است. منظور من این درباره خود افراد هست، نه درباره این اندیشه. برای همین گفتم که اندیشه بزرگ فعلا در اختیار تیمی نسبتا ضعیف. و در همین مسئله ببینید امروز دوران نهضت‌های کلاسیکی تقریبا گذشته است که یک رهبر یک توده رو رهبری کند و کاری کند. امروز دوره کمانده تیم‌های فکری است. برای این حزبی نو حزبی است که ده‌ها متخصص، صدها متخصص، کارشناس، مدیر اقتصادی، مدیر سیاسی، خبرنگار، ژورنالیست و ده‌ها شخصیت دارد، چهره‌های ملی باید داشته باشد. برای همین منظور من این بود که وقتی که این تیم قوی شود، فرهنگ آن بالا شود، در سطحی بسیار بلندی امروزی باشد، از انتخاب شدن وی، از سر قدرت آمدن وی کسی بیم ندارد. ولی امروز اگر ما نمیگیم که این حزبیت اسلام سری کار بیاید، ما میگیم این حزبیت این چند شخصی که هنوز تکمیل نیافته، هنوز شخصیت نشده سری کار میاد. اینجاست ترس هیچ کس از اسلام نیست اگر مسلمان هست. خب این مسئله من این بود، من برادرانه این رو میگم. حالا من از دیگر جاها همچون نهضتی ضربه میخورم، از اینجا باز همچون بحث میگم. و همین است جواب من این بود. یعنی منظور من این بود که اگر وقتی که ما پای صندوق انتخابات میرمیم، اگر من به نهضت آواز دهم، آیا فرد و زندگی من بهتر میشود یا نه؟ مثلا آیا دیگر به روسیه به کار نمیرن، آیا دیگر برق خاموش نمیکنن، آیا معاش بهتر میشه؟ اگر نهضت یک کفالت زندگی بهتری رو میداد، امروز انتخاب و نگاه مردم خیلی دیگرتر میشد. برای همین منظور من است که در آینده سیاست ما عقلانی میشود. بسیار حزب‌های دیگر که امروز نام‌های دیگر دارن حتما عنصر اسلام را اعتراف میکنن، چون که همه مردم مسلمانان، همه حزب آینده مسلمانی هستند. ولی
اون وقت بین حزب اسلامی و غیر اسلامی انتخاب نمیکنیم، چون که همه جامعه میگن ما هم مسلمان. اون وقت بین کمانده بهتر و کمانده ضعیفتر انتخاب میکنیم. برای همین اگر حزب نهضت کمانده کارشایانتر و بهتری مدیریت کشور شود انتخاب برو میشه، نه اینکه فقط بگیم که ما اسلامی شما غیر اسلامی ما را انتخاب کن ثواب میگیری، چون در آینده شاید همه حزب‌ها میگن ما هم همین گونه، ما هم اسلامی هستیم، ما هم اسلام را احترام میکنیم. برای همین کارت اسلامی امروز کارت اساسی نهضت است، ولی در دراز مدت این کارت رو دیگران به دست میگیرن. برای همین تاکید من این بود که برای یک آینده استراتژی همچه یک نیرو آماده باشن. این بود. تشکر. در مورد اینتلیکت که شخصای اینتلیکت که بیشتر در پروسه شرکت کردن اونجا رای دادن، درست نیست ممکن بود؟ و چرا بعدا رای ندادن؟ ببینید در هر صورت رای دادنشان و ندادنشان چی شد چی ماند، رسانه ها کامل بعد انتخابات بررسی کردن و جواب هم گفتن، شاید بعضی آشکار بعضی با اشاره ها. اما شخصا من و فکر میکنم خیلی از کارشناسان به نظرسنجی های اینترنتی اونقدر اعتماد ندارن. آواز دادنشون شاید باید گفتم شاید مثلا در اون نظرسنجی اگر 500 نفر شرکت کرده بود، شاید مثلا از اون 500 نفر 400 نفرش جانبدار حزب نهضت بودن. اینم در نظر بگیرید که منظورم وقتی در انتخاب در نظرسنجی های اینترنتی اینطوری میشه. اما این که در انتخابات نهضت رأی بیشتر گرفته بود جای بحث نیست. با عنوان یک ناظر اینجا نمیگم در آزادگان این چیز بود و رسانه‌های دیگه هم نوشته، همون مطبوعات نوشته، چه رسانه‌های داخل چه رسانه‌های خارج. پس میشه گفت که شاید اینجا عامل‌های دیگری هست که باید روی اونا تمرکز بشه و اون عامل‌های مانع‌ها برهم داشته. ما سوال است که از ما خواندیم که مهاجرین تاجی رو با تروریسم متهم می‌کنند. ولی متاسفانه وقت آخر این گناه رو بالای مهاجران ما تحمیل کرده ایستادن. چرا؟ زیرا که شما خودتون دیده شده و اشتراکچی همین روندها هستید و گمانم بیشتر از شما خبر دارم که امروز در شمال کشور میشود چی واقعا بوده سودان همین چند روزی که هست. بعض وقت خبرنگارای آزادی خبر میدهند، بعض وقت کارمندای مقامات رد میکنند، ولی خب وضعیت در وادی دشت یکم ناآرام است. این هم یک میشود عنصری که یک عاملی که باعثی در تروریسم برابر کردن مهاجران بود. ولی قبل از آن که این واقعات شروع شوند ما یک واقعه دیگر رو در مسکو مشاهده کردیم. یک گروه از مهاجران ما در متروی ریس که زندگی میکردند در یک خوابگاه در یک بخشجی حدوداً 12 نفر یک شب مقامات روسیه اونجا مهمان میشوند، نصف شبی همین 12 نفر بیرون میبرند و گفتگو میکنند. ولی در داخل خوابگاه خوشبختانه هیچی پیدا نمیکنند. بیچاره مهاجران هم که خوابالود از خواب مانده شده آمدگی برمیگردن و خواب میرن روی رخت خواب شد. همین 2 روز نمیگذرد که باز شبانه هجوم، باز همه رو بیرون میبرن از داخل اون خانه یک نیمچه موادی ترکنده گکسگین میابرن، نمیدونم تیر میابرن، اون چیزهای دیگه هم که هست میابرن. شما خودتون نگاه کنید. من نمیگم که این کار واقعا یک سیاستی هست که از طرف خودی حکومت روسیه برای مهاجرای تاجیک تحمیل میشه. نه اینطور نیست.
من گمان میکنم انا همین واقعی که در شمال یا شرق کشور ما گذشته ایستاده است تحصیل می‌رساند به این چیز و بازم چند نفر دیگر رو دستگیر کردم با گناه تروریسم. همگی تعدادشون 17 نفر بود ولی با کمکی با سر کوشش سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو با کوشش کنسولی تاجیکستان در مسکو حدوداً 15 نفرشون آزاد شدن ولی 2 نفرشون هنوزم در محبس ماندن برای کلام با گناه دیگر رو گناهکار کرده. این چیز جا دارد برای رئیس چون که ما خودمان امروز واقعا به این چیز دست رسیدیم یعنی در کشور ما کمتر معلومی که هست اونا اینا دسته کرده برای مهاجرین ما اینا را تحریک هستن. تشکر آنها موضوع هم آماده شوند. من خدمت خواهند بود از اون جمله خواهد که بوده کریم و برنامه توصیل خواهش کردم. این چونین 2 نفر دیگر از صحبت دست برداشتن. یک نفر خواهش کرده خطی خواهش هم نیست اصلا اعراب گرفته است توضیح اعرابهاش جایی است که چرا 2 تحریرگر تنها اشتراک دارد و هنید اکنون به سرمحرران یا رئیسان دیاسپورا به عنوان کارشناس رو آورده است. آیا به نمایش گذاشتن ناباوری تحریرگران دیگر به هنید است؟ دوم چرا شما در محدوده هنید سوال گذاری میکنید مثل که خود رو توصیف کردید گفتم که انتخابات گذشت و آمریکا هم در